مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید و کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کرده باشید که اگر سابسکرایب نکردید حتما یه دکمه قرمز رنگ این پایین، حالا تو آپدیت جدید گویا شده سفید رنگ، حالا ممکنه چند سال دیگه بشه صورتی رنگ یا قهوه‌ای رنگ، حالا ما نمیدونیم. بزنید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن و حتما زنگوله رو هم بزنید، چرا که ماشاءالله هر روز یه شیرین کاری و یک فیلم کارهای اداری از این مسئولین بیرون میاد. یعنی 2 دقیقه ناموسن همدیگه رو نکنید، یه 2 دقیقه ترتیب همدیگه رو ندید ببینیم چه وضعیتی داره اون مملکت. یعنی با اون فقر و بدبختی و بیکاری و بیچارگی که برای مردم ایجاد کردید یه جور دارید ترتیب مردم رو میدید، خودتون هم بین خودتون با باجناقا و اینور و اونور یه جور دیگه دارید ترتیب خودتون میدید. خودتون به خودتون رحم نمیکنید، خودتون رو میکنید چونک بازی میکنید دیگه. خب معلومه به مردم هم رحم نمیکنید. من بهتون پیشنهاد میکنم که یه مقدار گرمی کمتر بخورید، از این محصولات استفاده بفرمایید و با کمال آرامش این محصولات رو استفاده کنید و بعدش برید به دیدار باجناق یا سر کار یا جای دیگه که مغزتون قشنگ خوب فرمان بده. از یه جای دیگه فرمان نگیرید. ماجرا هم از این قرار هستش که یه فیلم دیگه از رشادت‌ها و دعاها و راز و نیازهای مدیران در حین خدمت به مردم در محل کار و در مهمانسرا منتشر شده که این چهره آقای عباس بابایی به عنوان شهردار سمنان یه فیلم کارهای اداریشون منتشر شده و اومده بیرون که فیلم کامل ایشون رو من در کانال بکاپ تلگرامی پشت پرده منتشر خواهم کرد. چی گفتم عمرن اگه فهمیده باشید. کانال بکاپ یعنی این که ما یه کانال دیگه درست کردیم که ویدیوها و کارهای اداری دوستان رو ما در اون کانال میذاریم و در کانال تلگرامی پشت پرده من لینک اون کانال رو پین کردم اون بالا، میتونید برید ببینید. حالا اگه امکانش هم باشه من میتونم اینجا بهتون نشون بدم که امکانش نیست، چون مقداری دوستان ممکنه که بتونن چت های تلگرامی ما رو دید بزنن و اینا و حال دوستان سوژه میفرستن، ولی خب حالا توضیح بهتون میدم. یه لینک این پایینه نوشتم آدرس کانال تلگرام پشت پرده، زیر همین ویدیو تو توضیحات، خیلی هم جای دوری نیست، همین پایین ویدیو. روی اون که بزنید هدایت میشید به کانال تلگرامی برنامه پشت پرده. حتما اون رو سابسکرایب داشته باشید، چرا که ما لینک ویدیوها، اخبار، تصاویر و چیزهای مختلف رو توی اون کانال میذاریم. توی همون کانال تلگرامی ما یک کانال دیگر رو پین کردیم، چون این دوستان میگن آقا این فیلم‌ها رو کجا میذاری؟ اون بالای کانال پینه، اون رو بزنید وارد یک کانال دیگه میشید که فیلم تمام کارهای اداری اون افراد رو ما به مدت 5-6 ساعت میذاریم، پاک میکنیم، دوباره مثلا 10 ساعت بعدش دوباره میذاریم، پاک میکنیم. چرا؟ چون دوستان سایبری همیشه در صحنه. اگر ما این فیلم ها رو توی کانال یوتیوبی بذاریم که خلاف قوانین یوتیوبه، اگر توی تلگرام خودمون هم بذاریم این دوستان همیشه در صحنه، میخوان فیلم دعاها و راز و نیازها و کارهای اداریشون پخش نشه، سریع ریپورت میفرمایند. به خاطر همین گذاشتیم تو کانال بکاپ که اون فیلم ها اونجا باشه. زرنگی هم که حالا میتونیم انجام بدیم هستش که 5-6 ساعت بذاریم، چون ممکنه تون ریپورت بشه، ویدیو رو پاک کنیم، دوباره توی تلگرام آپلود بکنیم که دوستان بتونن به سرعت برق و باد این ویدیوها رو ببینن، سیو کنن برای دوستان خودشون بفرستن. البته این فیلم آقای سید عباس بابایی جدیداً منتشر شده به عنوان شهردار سمنان در دولت روحانی و از اون طرف کشیده شده تا دولت رئیسی. و این فیلم، این خانومه که اینجا میبینید من سانسور کردم تا خشتکی چیش معلوم نیست، البته تو کانال تلگرامی میذاریم کامل مشخصه، منشی ایشون هستش و خود این آقای عباس بابایی زن داره، 2 بچه داره فلان اینا و ماشاءالله ترتیب همه رو میدن. البته این شهردار شهرستان ها از شهردار تهران یاد گرفته بودن دیگه، زمان آقای نجفی که با وجودی که زن داشت رفت با میترا استاد و با اون بود و بعدش هم زد کشتش و افتاد زندان و یه پولی و داد و اون وسط مسطه رشوه داد، خیلی ریز و نرم از بغل اومد بیرون. دیدید دیگه چه جوری هم باش برخورد و رفتار کردن دیگه، تا کمر براش خم شد و بعد ما فیلم
بازداشت و دستگیری مهدی یراحی عزیز یا یکی دو تا دیگه از بازیگرا و خواننده‌های دیگر رو که دیدیم دیگه چجور ریختن تو خونه طرف و یه جوری خفتش کردن و قپونی و فلان اینا برداشتن بردن، یارو می‌خواست از پنجره بپره پایین. و از اون طرف ما دیدیم که نجفی رفته دور چایی گذاشته بودن، یارو تو کمر خم شده بود. اینا همینطورن دیگه، نگاه میکنن به ارباب بالا، به شهردار تهران، میگن که اون کرده ما نکنیم، اون میتونه بکنه ما نکنیم، اون میتونه دزدی بکنه. این میکروفونم نیفته، خیلی من سبک گذاشتم چون راحت جابجا میشه، همیشه ما با این میکروفون مشکل داریم. اون میتونه بکنه ما نکنیم، اون میتونه بماله ما نکنیم، اون میتونه دزدی و اختلاس بکنه ما نکنیم. همیشه اون طرف نگاه میکنه به بالا دستی و کارش انجام میده. این آقای عباس بابایی هم با رانتی که داشت اوایل و اون اولا حالا احوالش هم خیلی خوب بود، شد شهردار منطقه 1، بعد شد شهردار مناطق زیباسازی و این صحبت ها و بعدش کم کم یه باج خیلی ریزی به اعضای شورای شهر داد، گفت آقا منو خیلی نرم از بغل بکنید سرپرست شهرداری سمنان و از اون طرف من اگه بکنید سرپرست من یه 2-3 تا امضا میکنم، شما یه 4-5 تا زمین بکشید بالا و کاراتون رو انجام بدید. اونورم گفت خب حالا من دیگه شورای شهرم بالا دست منه دیگه، میکنم و حالشو میبرم و استفاده کنم. به خاطر همینه من چند روز پیشم یه بخشنامه بهتون نشون دادم که توی این بخشنامه‌ای که دولت فرستاده نوشته که اینو ابلاغ کرده بوده به همه سازمان‌ها و ادارات و گفته بوده که عدم به کارگیری میکروفون هدفون ما اینجا چرا اصلا بذار من اینو بازش کنم. میکروفون دیگه میکروفون کنم، هدفون نیاز نداریم دیگه، من گذاشتم تو گوشم چیزی نمیخوایم بخش کنیم. عرضم به حضورتون که گفته که عدم به کارگیری منشی یا مسئول دفتر غیر همجنس. ببینید اینجا نوشته بند 1. خب بله دیگه، مردم عادی که این کارا رو نمیکنن، مدیران حشره عصبی مثل خودتونه که این کارا رو میکنن. به خاطر همین گفتید که غیر همجنس نباید باشه، خودتون میدونید که آدم حشری هستید میکنید همه رو. به خاطر همین بخشنامه صادر کردید، بعد گفتید که اگه اینا رو اعمال نکنید تخلف و از این صحبت ها. بعد گفته که نباید بعد حجاب باشن، بعد اصطلاحاً آرایش نداشته باشن و لا کناخون مسئولین صحبت هم نداشته باشن. این پایینم امضا کرده و آقای طالبی دارستانی یا وارستانی که به وارستانی بیشتر میخوره ابلاغ کرده و ارجاع دادن این صحبت ها دیگه. خب بله دیگه، وقتی که این وضعیت حشری عصبی مدیران رو اینا میبینن این اتفاقات میفته. اون مدیر کل ارشاده که میاد اینه اونو ترتیبشون رو میده با جناق و این ور اون بر. حالا یه فیلم دیگه هم جدید داغ من دستم رسیده که حتما من اینا رو قرار خواهم داد. حالا بذار نگاه کنم توی این باکس ما که دوستان برای ما فرستاده بودن. بله، فیلم فرمانده اطلاعات زنجان با زن همکار خودش و از همه مهمتر با حضور شوهرش با همدیگه رابطه کاری برقرار میکنن. کلمه‌شو نمیتونم بگم. این در حالی که خانومه حامله بوده. فیلم این هم رسیده دستمون. یعنی توی پورنهاب و این چیزا قفل این حرکات. یعنی اینقدر این دوستان حشری تشریف دارن و اینقدر این حشریت زده به بشریتشون که اصلا وقتی مغز که داغ میکنه دیگه. به خاطر همین میگم از اسپانسر محترم برنامه استفاده بکنید، یه مقدار ریلکس بشید، یه مقداری آرامش داشته باشید، یه آب سردی بریزه توی پیکر شما که حالا این شهردار سمنان و اون یکی زنجان و حالا چند وقت دیگه بقیه استان‌ها و حالا بچه‌ها زحمت کشیدن برای ما همینجوری دارن آرشیو کاملی از این افراد رو میفرستن که این فیلم ایشون هم برای شما میذارن. البته فیلم‌ها دیگه اصلا 100 رحمت به خروس، 2-3 دقیقه بیشتر کارو در نمیاره. تپ اینا. یعنی خروس هم گفتم قبلا وقتی میره رو کار 7 دقیقه بعد میاد پایین. اینا میرن تو کار میان پایین 30 ثانیه است. حداقل موزی، یه تقویتی، شیر موزی، نمیدونم گردویی، نمیدونم قوتویی، چیزی بخورید قوت بگیرید. بعد این فیلم هم انقدر در و داغونه آدم نمیتونه بذاره تو این سایت مایتا این برای پولی در بیار. پف علی رأسی با این کارهای اداریتون. البته این آقای بابایی بعد چند وقت هم از سمت خودش برکنار شده بود، انقدر دل و دزدی اختلاس کرده و دل خب دیگه بعد این افراد رسوا بشن. تصویرش زیاد روبرو این عکس پایینیه. من تکم عکسی پیدا کنم که به این ویدیوش خیلی نزدیک بشه. ویدیو رو ببینید کاملا مشخصه که ایشون هستش و خودش از بغل و این ور اون ور ببینید. اینجا مقداری توپلتر نشون میده، اینجا مقداری چیزو به هر حال. خب این دوربین یک مقداری حرفه‌ای‌تر از این دوربین. بعد من چه کار اینا فیلم میگیرن؟ قشنگ هم مشخصه داره به دوربین نگاه میکنه.
فیلم میگیرید چیکار میکنید؟ میشید مثلا دوباره بعدن تخمه میذارید، بعد مثلا ویدیو چک اینجوری مثلا سوت میزنه اینطوری میکنه میگه وی آی آر، بعد میره اونجا نگاه میکنه ببینه خطا هست یا نیست، یا این عملی که انجام داده آفساید بوده یا نبوده. فیلم چیه میگیرید؟ ایشون فرمان شهردار سابق سمنان، خیلی مخلصی. حتما ویدیو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. حالا ما کار داریم با این نفر. شکری.